جان آهو جان من، حالا چطوره؟ مرسی. من آهو نیستم. غزل بودی؟ نه. غزاله؟ نه. پرستو؟ نه من گلبرگم. همون یادم میاد تو طبیعتی، ولی خوب مهمی، خوب مادیونی هستی. قصدتون از این رابطه چیه؟ ببین من دورامو زدم دیگه، دنبال آرامشم. پایه و اساس خانواده خیلی مهمه. اگه پایه‌ای با هم دیگه خانواده تشکیل اهل بدیم. ازدواجی؟ نه من عروسی دوست دارم. رقص؟ نه میتونیم هر شب با هم دیگه عروسی بگیریم. چه بی‌تربیت. چرا بی‌تربیت؟ اذیت می‌کنی چرا؟ این همه برای زحمت کشیدی، بدن رو ساختی، عمل هم داری. به هر حال آدم این چیزا رو نبینه کفران نعمت خدا بعدش بیاد. میخوام یه چالم بزنم لپم. نه چال نزن، من کلا از فرو رفتگی خوشم نمیاد. رو برآمدگی تمرکز کن. درسته. موقعیتتون چیه شما؟ به من موقعیتم مسکونیه. یعنی چی؟ یعنی تجاری اداری که داریم. من مسکونی ام. شبا میری 2-3 ساعت میمونی و فردا میری دنبال کارت. شغلتون چیه؟ من کارخونه دارم. کارخونه چی؟ نه کار تو خونه با هم دیگه زیاد داریم. شنیدم دوست دختر داری؟ نه بقیه به من محبت دارن. ما خانواده عاطفی هستیم دیگه، دست رد نمیزنم چون اصلا انسان دوستانه نیست. شما ازدواجی هستید؟ بله. آفرین. نکن یه فیلم 2 ساعت وقت منو میگیره، من تا تریلر نبینم نمیشینم پای فیلم. ازدواج 40 سال میخواد وقت منو ببینه. یه پیش درآمد به من نشون بده تو. چه پرتوقع. تو رابطه چی برات مهمه؟ من بعدم برام مهمه. نه دیگه شما. وایسا، منظورم اینه که الان برام مهم نیست، بعدم برام مهمه. خیلی عصبی هستی، اصلا مقاومت رو درک نمیکنم. امشب بشینیم خونه ما دیگه. نه من راستش خوشم نمیاد. خیلی بازی در نه من خوشم نمیاد. چی خوشم نمیاد؟ اصلا شما منو امتحان کن. چه خوشت اومد؟ نه خدافظ.